همدیاران عزیز، من با آقای رجب سپارش دادم که برای من انگور جوز چنده بیارد که خونه برام برای خود استعمال خودم و با شما انگور جوز رو نشون میدم. ببینید چقدر انگور شیرین است. این چنون شیرین است که گلات رو به آب و دیگه این رو میخورید حتما آب میخورید. انگور جوزی بابوگی. من اینشم امسال ما چی دوروی زدیم که پوسیدن در ندادیم. دورو ما چند دورو زدیم پوسیش نشد خدا با شکر. انمی جوز ببینید یک تنه اینجا سرکدگی که الکه تمام شد. من این انگور جوز باز نشون دیم. این انگور اوکراینی نو برآمدگی. انا اینشم انگور قرص میزند نه که چنون شیرین مزه نغز هم این نغز دارد این انگور. لیکن همه این رو اگر جمع کرده بیایم با مزه با اسیاتی تام با آن همین جوز بابوگی نمیبروید. جوز بابوگی انگور جون انگور. اینه بینید زردش رو بینید نوشته برده بونونیگر نوشی جان میکنیم خدا خواهد نصیب باشد. همون ویلش هم بروره همدیارانی عزیز بغده گشته رزشه من یک نمود انگور کشمشی ویلسی ما با بست است استه کشمشی ویلس نشان میشونتیم این کشمشی ویلس چنان انگور است که جانان انگور. این رو همین دست 10 تا 15 تاشه گرفته بعد دهن و کپه میکنید و هم پیش میکنید. اینو ببینید خیلی کشمش اینا ویلس. انا اینجا با باز انگوری لندش یک عجایب مسکت دارده. مسکت گفته این مزه رو میگن تم رو میگن. خودش رو من نشون دیم سر رو خوشه رو این رو دیدید. این خیلی چمچو خورده است به نظر نگیرید باشه. زردیش رو بینید تورنیویدش رو بینید چه خیلی خوش روی با این چنون با مزه است که به هر حال گفتن من که با مزه نگوی انگور شیرین گوی ترشگون لیکن نمیتونم ایستاده آخه با مزه است. آخه مزهش هم شیرین است هم مزه دارد. به مزه گفتن مزهش رو نگفتن نمیتونم بخشش کن. معلم ها استادان بزرگ در فرهنگ انگور رو با مزه قبول نکرده باشن من میگویم چون که دیگر علاج نیست. این جوز رو نشان دادم. همدیاران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور باشید. من در خدمت شما و بعد در تاجیکستان خدمت میکنم. انگورهای پیش جهان رو دسترس نموده به شما پیشنهاد میکنم که شما در خانه هایتان شینانده تربیت کرده از گفته های من بهره برید مصلحت های ما رو استفاده برید انگور پرورید و به بازار نرفته انگورهای خودتان رو استعمال نمایید. در پناه خدا باشید.